رسیدیم به بخش شاخص ها. توی اسکیوفی ما دو نوع شاخص داریم، شاخص های مربوط به مشخصه ها و شاخص هایی که مربوط به کل محصول هستن. اونایی که مربوط به محصول یک دیتا، یک دید از کیفیت کل محصول میده و اونایی که مربوط به مشخصه است فقط در مورد اون مشخصه به ما دیتا میده. شاخص DMR شاخصیه که در مورد هر مشخصه هست. هر مشخصه برای خودش یک شاخص DMR داره. این شاخص به نوعی بیانگر سطح کیفی اون مشخصه هست. بنابراین اگر حساب کنیم ما به تعداد آیتمایی که توی تست آدیت پلنمون داریم باید شاخص DMR در نهایت ارائه بدیم. بهترین عددش 0 و هرچی این عدد بالاتر میره یعنی کیفیت محصولتون بدتره. خب چجوری شاخص DMR رو برای یک پارامتر کمی حساب کنیم؟ فرمول کلی اینه. DMR میشه DR تقسیم بر N. DR چیه؟ مجموع دمیریت های یک مشخصه. N چیه؟ تعداد نمونه. تعداد نمونه مشخصه دیگه. معمولا مثلا 20 تایی برداشتیم. DR چیه؟ اصل قضیه اینجاست. ما با DR رو محاسبه کنیم بقیه کار در اومده. DR از 1 2 3 4 بخش تعیین شده. بخش 1 3 ضرب در N3. 3 میشه تعداد عیوب با سطح نقص 3. قاعدتا هر چی شما نمونهاتون توی ناحیه 2 بیفته سطح نقص 3 میگیره، جز این نیست. بنابراین اگر 10 تا از نمونهاتون تو ناحیه 3 افتاد 3 10 تا 30 تا، نتیجه این بخش میشه 30 تا. به اضافه بخش 2. بخش 2 چیه؟ 5 ضرب در N5. N5 میگه تعداد عیوب با سطح نقص یا درجه نقص 5. تنها ناحیه‌ای که میتونه سطح نقص 5 بگیره در یک سری شرایط ناحیه 3. اگر اونجا افتاد و توی طرح آدیتتون تعیین شده بود که سطح نقص 5 بگیره، شما تعدادش رو ضرب در 5 میکنید، اینجا مینویسید. به اضافه بخش 3. بخش 3 چیه؟ 15 ضرب در N15. N15 میشه تعداد عیوب با سطح نقص 15. هر چی که سطح نقص 15 گرفت قاعدتا ضرب در 15 بشه، ضرب در اون وزن. به اضافه قسمت 4 هم N55 تعداد عیوب با سطح نقص 55. هر چی قطعه سطح نقص 55 گرفت ضرب در 55 باید بشه. یه دونه اگه اینجا افتاد سطح نقص 55 میگیره. ببینید وزن چقدر تاثیر داره. شما 10 تا اینجا داشتی نتیجه میشد 30، ولی اینجا یه نداری نتیجه شد 55. دیارت بزرگتر میشه. این 4 تا رو با هم جمع میکنیم، نتایجی که به دست میاد میشه دیارمون تقسیم بر N که تعداد نمونه است. دیارمون تقسیم بر مثلا اون 20 تا نمونه که برداشتیم میشه DMRمون. اینجا ما داریم DR رو حساب میکنیم، همین فرمول من اینجا آوردم و اینجا هم تعداد نمونه. DR تقسیم بر تعداد نمونه میشه DMRتون. محاسبه DMR برای پارامترهای وصفی. اینجا کارمون نسبت به پارامترهای کمی خیلی راحت تره. کاری که باید بکنید تعداد نمونه هایی که برداشتیم و تایید نبوده ضرب در سطح نقص تعیین شده توی طرح آدیتتون برای اون پارامتر میکنید. توی طرح آدیت گفته این پارامتر سطح نقصش 15. شما از 20 تا نمونه که برداشتین 3 تاش اوکی نبوده، 3 ضرب در 15 میشه 45. 45 رو به دست میارید تقسیم بر تعداد نمونه برداشته شده. بنابراین تعداد نمونه هایی که تایید نیستن ضرب در سطح نقص تعیین شده، جمع این تقسیم بر تعداد نمونه‌ای که برداشته شده. عین پارامتر کمیه، با این تفاوت که این تیکه یه بار فقط حساب میشه چون یه دونه سطح نقص بیشتر نداریم. بریم یه مثال حل کنیم. شما 20 تا نمونه برداشتی و اندازه‌گیری کردی. پارامترت کمیه. 20 تا نمونه رو اندازه‌گیری کردی، از این 20 تا
17 تاش توی ناحیه 1 قرار گرفته، یه نمونه توی ناحیه 2 قرار گرفته و هرچی ما بقیش بوده توی ناحیه 3 قرار گرفته که ما ناحیه 3 و 4 رو چون باید تعیین کنیم توی طرح آدیتمون بهش سطح نقص 15 دادن. بنابراین هرچی از این باقی میمونه توی ناحیه 3 با سطح نقص 15 بوده. DMRش چنده؟ ویدیو رو پاس کن، بعد که جواب پیدا کردی پلی کن. بریم با هم مثال رو حل کنیم. از 20 تا 17 تاش افتاده تو ناحیه 1 که اصلا باش کاری نداریم. ناحیه 1 هرچی بیفته سطح نقص 0 میگیره، با هرچی ضرب بشه، با هرچی جمع بشه نتیجه تأثیری نداره، ولش میکنیم. میریم سراغ اونایی که سطح نقص دارن همیشه. تو ناحیه 2 یک قطعه افتاده، 1 ضرب در 3، یک قطعه ضرب در سطح نقص خودش، سطح نقصش 3 بوده، میشه 3، میذاریم اینجا. پارت اول به دست آوردیم. توی پارت دوم چیزی نداریم چون نگفته، فقط گفته 2 تا از قطعه ها، چون یه 17 تا بود یعنی باقی موندهش میشه 2 تا. 2 تا از قطعه ها افتاده توی ناحیه 3. ناحیه 3 نگاه کردیم توی طرح آدیتمون دیدیم سطح نقص 15 گرفته. بنابراین 3 ضرب در 15 میشه 30 رو میاریم اینجا. خوشبختانه تو ناحیه 55 دیگه چیزی نداشتیم و 0 رو ثبت میکنیم. تعداد عدده که به دست میاد ایناست: 3 به علاوه 0 به علاوه 30 به علاوه 0. دیارمون میشه این. جمع اینا رو 33 رو به دست آوردیم. حالا باید تقسیم بر چی کنیم؟ تقسیم بر تعداد نمونه های برداشته شده. یه خورده بزنین عقب فرمول رو ببینین. تعداد نمونه برداشته شده 20 بوده. 33 تقسیم بر 20 میشه DMRمون. 1.65 DMR ما در این پارامتر بوده. ببینید درست حساب کردین. اگر درست حساب نکردین یه بار برگردین دوباره نحوه محاسبه رو ببینین. یه مثال جالبتر و چالشی‌تر براتون مطرح کردم. ببینم یک سری نکات که از دروس قبل گفتم یادتون هست یا نه. 20 تا نمونه برداشتین. حالا ما اینجا شروع میکنیم همینجا تقسیمشون میکنیم توی ناحیه خودش و سطح نقص ها هم بالا نوشتیم. از 20 تا 9 تاش افتاده تو ناحیه 1، 2 تاش تو ناحیه 2 بالا، 3 تاش تو ناحیه 2 پایین. یه ناحیه 3 بالا که 3 بالا سطح نقص 5 گرفته، 2 تاش افتاده تو ناحیه 3 بالا 3 پایین که 3 پایین سطح نقص 15 گرفته. این 5 گرفته این 15. ببینید تقلبم دارم بهتون میرسونم. تو ناحیه 4 بالا سطح نقص 15 بوده، 2 تا اینجا بوده. ناحیه 4 پایین سطح نقص 55 بوده. برید حساب کنید، ویدیو رو پاس کنید، بعد پلی کنید ببینیم جوابتون چی بوده. بریم مثال حل کنیم. طبق معمول با ناحیه 1 کاری نداریم. ناحیه امنمونه. ما باید اول سطح نقص ها رو به دست بریم. تو هر سطح نقص چه قطعه‌ای بوده بعد بریم دی ام رو حساب کنیم دیگه. خب 2 تا تو ناحیه 2 بالا بوده، 3 تا هم تو ناحیه 2 پایین. جمعاً 5 تا. 5 تا قطعه سطح نقص 3 میگیره. چون ناحیه 2 همیشه سطح نقص 3 میگیره. ناحیه 3 بالا یه نبوده، ناحیه 3 پایین 2 تا. یه قطعه با 2 تا قطعه میشه 3 تا قطعه. کجا رو اشتباه کردم؟ ناحیه 3 بالا سطح نقص 5 گرفته، ناحیه 3 پایین سطح نقص 15. خیلی جاها این کارو نمیکنن، جفتش رو سطح نقص 15 یا 5 میدن، اما به دلایلی این قطعه سطح ناحیه پایینش ریسک بیشتری داشته، شدت بیشتری داشته، سطح نقص بالاتری گرفته. یه دونه قطعه پس سطح نقص 5 میگیره، بقیه نمیگیره. تعداد یک قطعه سطح نقص 5 گرفته. 2 تا سطح نقص 15 گرفته. توی ناحیه 4 چی نداشتیم؟ ناحیه 4 بالا 2 تا داشتیم. ناحیه 4 بالا هم سطح نقص 15 گرفته. بنابراین 2 تا تو ناحیه 3
دو تا تو ناحیه 4 جفتش یه ردن، به یه اندازه سطح نقص گرفتن، به یه اندازه شدت دارن. دو تا با دو تا میشه 4 تا، 4 تا سطح نقص 15 گرفته. خب حساب کردیم که در هر سطح نقصی ما چه تعداد قطعه داریم. حالا بیایم جمعشون کنیم در سطح نقص‌های خودشون. 5 تا سطح نقص 3 گرفته، 3 5 تا 15 تا داریمش، میذاریم اینجا. یک قطعه سطح نقص 5 گرفته بود، میذاریمش اینجا. دو تا قطعه تو ناحیه 3 پایین بود، سطح نقص 15 گرفت. دو تا قطعه تو ناحیه 4 بالا بود، سطح نقص 15 گرفت. اینا جفتش یه سطح نقص داره، 4 تا. دو تا میشه 4 تا، 4 ضرب در 15 میشه 60. 60 رو میذاریم توی سطح نقص 15 و سطح نقص 55 چیزی نداریم. 15 به اضافه 55 به اضافه 60، صفرم که هیچی، جمعشون میشه 80. 80 تقسیم بر تعداد نمونه های برداشته شده که 20 تا بوده میشه 4. DMR مشخصه ما در این مثال میشه 4. درست حساب کردید؟ یه مثال دیگه حل کنیم. شاخص DMR شاخص مهمیه، پایه همه شاخص‌های شماست و محاسباش هم یکم پیچیده تر از بقیه است. ما یه پارامتر داریم، پارامتر وصفیه. 20 تا نمونه برداشتیم، 4 تا از این 20 تا نمونه رد بوده، 16 تاش اوکی بوده. توی پارامتر وصفی هم همیشه باید سطح نقص اون پارامتر رو بگیریم. سطح نقصی که برای اون پارامتر تعیین شده باید بگیریم که اینجا سطح نقصمون 15 بوده. اگه پارامترمون کمیه، سطح نقص ناحیه‌های 3 و 4، ببین من چقدر دارم بهتون میگم، 3 و 4 رو جدا باید تعیین کنیم بگیریم، 1 و 2 مشخص. توی پارامتر وصفی سطح نقصمون شده 15. ویدیو رو پاس کنین، DMR اینو حساب کنید، ببینیم درست حساب میکنید یا نه. خب ببینیم جوابتون درست بوده، چون دیگه این خیلی ساده تره. شما سطح نقصتون 15 بوده، تعداد نمونه‌های معیوب 4 بوده، بنابراین 4 ضرب در 15 میشه. تعداد نمونه‌های معیوب ضرب در سطح نقص میشه. 4 ضرب در 15 60. عددی که به دست میاد برای سطح نقصمون 60. نتیجه به دست اومده رو باید روی تعداد نمونه‌ها تقسیم کنیم. 60 عددی که اینجا به دست اومده، 60 تقسیم بر کل نمونه‌ها، 60 تقسیم بر 20 میشه 3. DMR ما برای پارامتر وصفی مثال ما شده 3. به همین راحتی شما میتونید DMR وصفی رو هم حساب کنید. این درس خیلی مهمه، یک بار دیگه میتونید برید از اول ببینید تا طرز محاسبه DMR رو از اول درک کنید. برای اینکه یه خورده بیشتر درک کنین موضوع رو، من یه فرم اجرا شده SQFی نمونه براتون گذاشتم. فرم خام این فرم SQFی توی ضمیمه دوره هست. مشخصه قطعه ضخامت قطعه بوده، برداشتم کولیس زدم، 20 تا نمونه برداشتم، 10 تاش افتاده توی سطح نقص 0 قطعا ناحیه 1 بوده، 5 تاش افتاده تو سطح نقص 3 که قطعا ناحیه 2 بوده و بقیه هم تو هر ناحیه افتاده سطح نقصش رو من ثبت کردم. یه دونه تو ناحیه توی سطح نقص 5، اینجا هم بالا هم یه دونه، یه دونه هم اینجا، 2 تا هم اینجا. بنابراین من 3 تا با سطح نقص 15 داشتم، 3 15 تا 45 نتیجم بوده. 2 تا تو سطح نقص 5 داشتم، 2 5 تا 10 و 5 تا هم تو سطح نقص 3 داشتم، 3 5 تا 15. اینو حساب که کردم در نهایت DMR من شده 3.5. اینجا نوشتم و
یه نمونه است که شما درک کنید که چجوری حساب میشه. ببینید اینجا این کادر خالی که اینجا هست، شما میتونین ناحیه‌های تولرانسی رو بنویسین، سنترتون رو بذارین، بعد توی سطح نقص 3 بنویسین که مثلا ناحیه 2 تون چه عددی میفته که حساب کنین بذارین. برای این کارت رو گذاشتن. شما میتونین جور دیگه هم حالا استفاده کنین، ولی هدف این کارت اینه که تلرانس های تعیین شده که میتونه روی تعیین سطح نقص ها کمکتون کنه محاسبه کنید و بنویسید. الان در حال حاضر 90% جاها این رو به صورت اکسل محاسبه میکنن که من سعی میکنم یکی دو تا فایل اکسل رایج رو هم براتون بذارم.